نصف آدمای این شهر کلی از کاراشون رو کنسل کردن به خاطر این هوا. اما واقعیت اینه که برف و زمستون دشمن هیچ کس نیست، ولی این زمستون این هوا مثل یه فیلتر عمل میکنه. توی شرایط رشد فردی و کسب و کار هم دقیقا همین طوریه. زمستون و شرایط سخت نمیان که کسی رو متوقف کنن. اونایی که هدف ندارن زود جا میزنن و برمیگردن، ولی اونایی که واقعا هدف دارن و مسیرشون مشخصه میرن با لباسای بهتر، با آمادگی بیشتر برمیگردن و ادامه میدن. اگه شرایط زندگی و کار تو هم درست مثل امروز سرده، ولی تو هنوز هدف داری و پرقدرت داری ادامه میدی، بدون که جای درست ایستادی. این ویدیو دقیقاً برای توه. سیوش کن، شاید یه روز برگشتی و نگاش کردی و همین الان بفرستش برای کسی که باید ببینه پرقدرت تو روزای سرد زمستونی زندگیش ادامه بده تا به گرما و بهار برسه.